امسال از آغاز موسم دعوت تیرماهی ابلاغ جوانان برای خدمت حربی شروع شد. چند پیش خبر داده بودیم که در ناحیه اسفره پدر و مادر جوانان لایق خدمت حربی را مجبور کرده ایستاده‌اند که با فرزندانشان تماس گرفته طلب کنند که از روسیه به تاجیکستان آمده به خدمت حربی روند. مقامات والدانی را که فرزندانشان لایق خدمت حربی هستند و در روسیه کار میکنند تهدید به جریمه و حبس کردند. این زورگویی مقامات واقعا نتیجه داد. 10 نفر جوانان اسفرگی به خاطر آنکه مقامات پدر و مادرشان را رنج ندهند از روسیه کاروبار خود را رها کرده بلیط خریده به تاجیکستان رفتند و آنها را مقامات به خدمت حربی گسیلانید. چند پیش به ما از فرودگاه در یکی از شهرهای روسیه یک جوان واروخی نوشته گفته بود که فعلا به خوجند پرواز میکند و نمیخواهد به خاطر او والدانش را مقامات رنج و عذاب دهند. همین گونه مقامات چون دیدن این تجربه کار داد حالا در تمام گوشه و کنار تاجیکستان به پدر و مادران جوانان لایق خدمت حربی فشار آورده ایستادند که فرزندان خود را از روسیه بازخوانند و به خدمت حربی گسیلانند. امروز با ما یک جوان زاده ناحیه کوشانیان از روسیه تماس گرفته گفت که پدرش را مقامات فشار آوردند که تا او به تاجیکستان برگشته به خدمت حربی رود. من شهروند جمهوری تاجیکستان نمیخواهم نام فامیلیم آشکار شود، چهره‌ام آشکار شود، برای آنکه به پدر و مادر من تهدیدها زیاد میشود. من زاده ولایت ختلان ناحیه باختر یعنی وزیر کوشانیان نامش ماندگیام. با پدرم امروز هم صحبت شدیم. بالای پدر من تهدیدها شده است. پدر من رو داشتن، یعنی میبینید که در این ماه ابلاغ میکنن، جوانان رو به خدمت میبرن و پدر من تهدیدها شده است. گفتن که یعنی که فرزند رو یا میاری یا 10,000 سمان جریمه. و پدرم رو گفتن چرا اینها رو ثبت نکردید یا ضبط نکردید اوضاع این رو. و پدر من گفت که تهدید بشود. بار دیگر بسیار این خبرها در واروق بود، با این در ولایت ختلان سر زده است. همین گونه نوار دیگری را یک کاربر رادیویی پیام به ما ارسال کرده گفت برادرش را کارمندان کمیسریت حربی از جایگاه خوابش دزدیده به ماشین بار کرده در حالت گرفته بردن او را زده زخمین کرده اند. با آنها میسر شده است که با ماشین دیگر تعقیب کرده پیش راه مقامداران آدم دزد را گیرند. اکا محمشا امینود همین آدم ها سحر رفتن وقتی نماز نوشیده در خانه ما دور آمدن نپدنی کردن اینا گرفتن بزوری حجت داره اینا لینگی داده رو معیمه شکستن. فهمیدی؟ جواب میگوی چو میزنی؟ بر اساس قوانین تاجیکستان باید جوانانی از 18 تا 28 ساله به خدمت حربی روند که تعداد آنان در کشور بیش از 600,000 نفر می باشد. اما تعداد زیاد از این اشخاص رفتن به روسیه برای کار را از خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان افضل می دانند. از این رو برای اجرای برنامه جلب جوانان به خدمت حربی کارمندان کمیسریت حربی و دیگر نهادهای انتظامی همه ساله به بازداشت و جلب اجباری جوانان در کوچه و خیابانها اقدام می کنند. این کار باعث فرار بیشتر جوانان از کشور می شود. کارشناسان وجود بدرفتاری، خشونت، نبود شرایط مناسب معیشی و اخلاقی در نیروهای مسلح تاجیکستان را عامل اساسی فرار جوانان از خدمت حربی عنوان می کنند.